در آغاز از برادر و استادم روشن تیموریان که در سالهای استقلالیت خواهی همگیر و یا اینکه همدوش و همشانه استادای بودند که برای استقلالیت تلاش‌ها کردند، مثل استادان مرحوم طاهر ابوجبار که باید ایشان یاد بنیانگذار استقلالیت تاجیکستان و همچنین مرحوم قدرالدین اصلان و دیگر روشنفکران و روحانیانی که در این جاده سهم خود را گذاشتند. در این باره از ایشان می‌خواهیم که خاطره ها برای ما یادداشت بفرمایید. روز استقلال مبارک باشد و همه تاجیکان عزیز. روزی که به استقلال به دست آمد یک طوفان‌های می‌گذشت که راست گپ در همون طوفان بسیار روشنفکران جوانمردان این ملت جان‌نثاری کردند، قهرمانی کردند. واقعاً پدر استقلال تاجیکستان استاد طاهر ابوجبار باشون که اولین بار جنبش مردمی، سازمان مردمی رستاخیز را تشکیل دادند و مقصد رستاخیز دو تا: یکم رسیدن به استقلال ملی، استقلال دولتداری تاجیکستان. دوم زبان تاجیکی فارسی را اعلام کردن، زبان همچون زبان دولت که خیلی دشوار به زمان‌ها که زیر سلطه کمونیستی روس تاجیکستان قرار داشت. لیکن اعلامیه استقلال دولت تاجیکستان را کسی امضا نمود که اون هم یک فرزند بزرگی این ملت عزیز است. جناب خدا رحمت کنند قدرالدین اصلان که ناترسانه، جسورانه، صرف نظر از اون فشارهایی که جناح همحزب‌هایش کمونیست‌ها فشار می‌آوردند سرش اون همون روزا ما در میدان آزادی نزد هیکل لنین بود و نزد در یادم هست وقتی که روی ازدحام مردم روبروی ازدحام مردم از روبروی بنای پارلمان تاجیکستان اومد شورای عالی میگفتن قدرالدین اصلان، اسدالدین صاحب نظر، استاد طاهر ابوجبار، قاضی دانلو حاجی اکبر ترجانزاده سفرینی که اینجا اون وقت با نیروهای آزادی خواه بود و سنگین اون وقت مدیر بخش تندرستی شهر دوشنبه بودم و بعد وزیر شد، باز نشسته هستم و باز چند نفر دیگر از همون بنا آمدن به طرف ما پشت هیکل لنین بودم. من مستحشم که حالا در کنال هست کور بود. همونجا بچه های حزب نهضت اسلامی تاجیکستان در پشت همون هیکل چی بود نزد کنتر در اون جایی چی بود همونجا شوربا بودم و هیچ از یادم نمیبراید که همون روزی که اعلام شده بود امضا کرد اعلامیه رو و مردم همه در هیجان بودن، همه بله با رمان با چی با باور کنید از سلطه کمونیستی روس بعد 80 سال استقلال ملی اعلام کردن
دولتی سایه مستقل تاجیکستان ما نمیدونستیم با این استقلال چیکار کنیم. فرداش بیدار شدیم استقلالیت به دست آوردیم. لیکن با همین دشواری ها نگاه نکرده روشنفکران تاجیک، یک قطار جوانان تاجیک هم وقت همسالای من برای دست به کار شد. حتی وقتی که بعدتر حکومت مراسای ملی تشکیل شد، حکومت مراسای ملی 8 می سال 1992 تشکیل شد با فرمان پرزیدنت رحمان ندیمی. از 32 کرسی حکومت مراسای ملی تنها 8 بر ذمه اتحاد نیروهای اپوزیسیون، نیروهای سالم تاجیکستان بودند. از اون 8 یک تا کرسی نصیب نماینده حزب نهضت اسلامی تاجیکستان اکای دولتگزار عثمان قرار گرفته بود و 7 تا دیگر از رستاخیز و از دموکرات ها بود و حتی به حزبی ها، بدون حزبی ها، یعنی مثل من بدون حزبی بودند. و متاسفانه با از 32 کرسی حکومت 8 مگه از اتحاد اپوزیسیون بود و بعضا من خود به خود فکر میکنم همون سالها رو باز پیش یادم میاد نظرم همه این حادثه، همه این تحولات میگویم که نخواه برای 8 کرسی شده مثلا به جنگ دست دادم تماما از عقل انسان دور. لیکن به همین دشواری ها نگاه نکرده حکومت مراسای ملی که مال صاحب استقلال تاجیکستان است بسیار کوشش کردیم که یک حکومت واقعی باشد، ولی که اون وقت تازه اتحاد شوروی فرو پاشیده بود و ما خیلی کشورها با نظر بد نگاه میکنند. آنها میدانستند که ما 4مین جمهوری سابق شوروی بعد جمهوری‌های بالتیک بودیم که مدنیتمون، فرهنگمون، حتی اجتماعیاتمون، اقتصادمون بد نبود. لیکن آنها نخواستند، این دشمنان نخواستند جنگ شهروندی، جنگ اعلام نشده، اما کسی نمیدونه. وقتی که نیروهای فرانت خلقی سنگک سفر یا سفری کنجه و بخشان زمین وارد شدن، ما همون وقت فهمیدیم که جنگ واقعی شهروندی شد. متاسفانه اونها نیروهای سلاح بلست فرانت خلقی بیدادگری های زیاد کردن و دست به جنایت های زدن که استقلال ما را تقریبا فرو پوشید. و یادم هست کفیل رئیس جمهور استاد اکبرشاه اسکندر و اعضای بلند مرتبه حکومت مراسای ملی و همچنین از جمله بنده کمترین همچون سخنگوی حکومت مراسای ملی وارد بخشان زمین شد برای گفت و شنید با سنگک سفر و رهبران فرانت خلقی. آنها که همون روزها پرمانتفه رو چلو چپاول کردن 800 میلیون روبلی همون وقت رو از بانک مرکزی شهر پرمانتفه غارت کرد و از همین جا شروع شد اون جنگ و آتش دیگر علامه زیادتر کلانتر شروع شد و این البته گفتن
البته از روی انصاف باید گوییم که حکومت مراسای ملی حکومتی بسیار جوان، حکومتی که چین تجربه کافی نداشت. ما تجربه کافی دولتداری نداشتیم، لیکن یک چیز داشتیم که استقلال ملی کشور عزیز را مستحکم کنیم، تحکیم بخشیم و در زمان کوتاه اگر همین فرانت خلقی هجوم نمی‌کرد، مثلا مردم با هم می آمدن ملت می شدن، همون وقت اگر ملت می شدیم همون وقت یک ملت می شدیم، ما حالا بودیم چهارمین کشور بالتیک که ما هیچ کمی نداشتیم. اون وقت در زمان شوروی می گفتن وقتی که تاجیکستان می گفتن حتما علاقه می کردن شویتزاری اتحاد شوروی، بهشت روی زمین. لیکن با این نگاه نکرده در وضع همون وقته که تازه استقلال شده بودیم، حکومت مراسای ملی بسیار به خرج داد. همچنین پرزیدنت همون وقته رحمتی رحمان نبیل، ما در آمده بودیم با معاونای سروزیر و سروزیر، نزدشان مجلس بود و همونجا ما پیشنهاد کردیم که افسران بهترین نظامیان در سیستم پلیس و مرزبانی که در دیگر جمهوری‌های شوروی خدمت می‌کردند و در جاهای بلند بودند، در رتبه‌های بلند و وظیفه‌های بلند بودند، همانها را ما از جمله من هم بودم همون مکتوب چی کرده ترتیب داده نزد پرزیدنت در آمده بودیم و پرزیدنت امضا کرد که همونها را بیارید. ما اولین شده افسران سربلند تاجیک، پالکونیک صادق مواجهان، پالکونیک طاهر سفرов، پالکونیک اینا بعد ژنرال شدند. مثلا یکیش بود معاون فرماندهی دیویژه آمس، ما آوردیم ماندیم سردار اول اپرالین وزارت دفاع و بعد معاون وزیر. طاهر سفرов بود معاون فرماندهی نیروهای هوایی ارتش شوروی در اوکراین، تمام اوکراین که هوایش می‌کرد، اونم آوردیم. از قزاقستان ژنرال یک مرزبان اون بیچاره آمد بود. از سیستم امنیت رحمتی جالبه امین فرو آورده. این کادرهایی که آمده بودند باور کنید گلی سری سبد ملت بودند و اولین آدمایی که استقلال دندان به دندان گزیده نمیگذاشتند که این استقلال فروغ باشد. دشمنان ملت ما را خار و ذلیل گرداندند. لیکن متاسفانه وقتی که حکومت مراسای ملی پرزیدنت رحمان نبی رحمتی امضا کردند و همچنین اکبرشاه اسکندر امضا کردند و سروزیر، ما 35 میلیون روبل به حساب دولت روسیه گذراندیم. سروزیری همه وقتی روسیه که طرفدار حکومت مراسای ملی تاجیکستان بود، ایگور گایدر و الکساندر شاکین همیشه ما رو دستگیری میکردن. اما جناح محافظه‌کار حکومت همه وقتی روسیه با سرداری کازیرف وزیر خارجه و وزیر دفاع گورباچوف پیروز آمدن از بالای دموکرات‌های روسیه و بعدی که اینها پیروز آمدن پرزیدنت یلتسین را اطمینان بخشیدند که اینها دشمنان ملت تاجیکستان هستند، اینا را باید اپوزیسیون
سرنگون کرد و بعد همون 34 زیر پوشی که ما پولش گذارانده بودیم، حکومت اولین دولت میراث‌های ملی تاجیکستان که اینقدر دشوار بود برای ما، برای که از دولت هیچی نمونده بود. کمونیست‌های روز همه چی را برده بودن و ما اون 35 میلیون دادیم که از خزینه جمع کرده، از تمام ریسورس‌های خود استفاده برده، خواستیم 34 زیر پوش گیریم برای وزارت داخله اول و بعد یک قسم برای وزارت دفاع که خدا ما توانیم دفاع کردن. اما تحلیل تلخ ما بود که فرانت خلقی با بعضی دولت‌های یک جایه شده 34 زیر پوشی که در پلتفرم می آمدن اون را در ترمیز باز داشتن، نماندن که ما دولت میراث‌های ملی صاحب استقلال، تازه صاحب استقلال، نفسی سبک کشد ملت، آنها باز داشتن و بالای سوخته نمک‌ها برادرای حصاری ما به طرف فرانت خلقی گذاشتن، همراه شدن و در طرف حصار راه آهن رو شکستن که آن قطاره های ما نبیاید و متاسفانه همینطور شد. دیگر با ما نرسید. یگانه راه مانده بود که ما حداقل توانیم دوشنبه را پایتخت تاجیکستان عزیز را دفاع کنیم از نیروهای ستیزگری سلاح و دست فرانت خلقی و 2000 پرزیدنت کفیل پرزیدنت استاد اکبرشاه اسکندرویچ مراجعت کردن و دولت قرقیزستان و معاون نایب پرزیدنت قرقیزستان بسیار جوانمردی کرد و برای وزارت داخله اسلحه ضروری فرستاد و اولین نبرد ما، نبرد حکومت میراث‌های ملی، نبرد هجوم سفارت کنجد شباخون زدن به پایتخت تاجیکستان که 24 اکتبر سال 92 روی داد و اولین امتحان را دولت میراث‌های ملی، وزارت شجاع کارهای داخله، وزارت دفاع و جوانای پایتخت اولین نبرد را بردند و نیروهای ستیزجو و جنگجوی سفارت کنجد از پایتخت تاجیکستان عزیز بیرون کرده شد. ولی متاسفانه تقدیر و نصیب بود است بعد اینقدر جنگ ها و ناآرامی ها حکومت دیگر روی کار آمد و من خیلی افسوس میخورم که همیشه در روزهای استقلال ملی تاجیکستان نام مؤلفان استقلالیت تاجیکستان رو از زبان نمیگیرند. همیشه در یاد دارید و با بچه هاتون بودید و نبیره هاتون بودید که پدری استقلال ملی تاجیکستان عزیز ما استاد طاهر عبدالجبار و مؤلف اعلامیه استقلال ملی تاجیکستان به نور چشم ما قدردین اسلام هیچ فراموش نکنید. عدالت باید باشد. من بسیار خوش هستم که در این مجلس تاجیکان برون مرزی اشتراک میکنم و بار دیگر استقلال ملی دولت تاجیکستان رو به همتون تبریک و تهنیت میگویم. بسیار امروز من گفتم برادرها که یک نفر دیروز پرسید، نمیدونم با چی مقصد پرسید، که چرا تو اینجوری؟ من گفتم یکم من برای
ملت عزیزم. دویم من برای استقلالیت دولتداری تاجیکستان آمدم که استقلالیت از بین نره. استقلالیت تاجیکستان وطن عزیز ما بالاتر از تمام دیگر چیز و امبیچه و منفیت و دیگر است. برای که حالا که ما صاحب استقلال هستیم، یک دولت وجود دارد که عضو سازمان ملل متحد است، نامش تاجیکستان است. این یک ثروت بزرگ است، به خاطر اینکه دیگر دولت ها آدما مردم خلق 40 میلیون کرد است، اما دولت استقلال یا فلسطینی ها مثلا چندین میلیون هستند، تمام دولت ندارد. و خدا کند که استقلال دولتی ملی تاجیکستان همیشه پاینده بود، تحکیم بخشد و همه تاجیکان عزیز به وطن خود به سر بلند با نیت پاک، با دلهای شاده، خوش و خرسند برگردند. سلامت باشید و بار دیگر استقلال ملی دولت عزیزمان، دولت تاجیکستان عزیزمان مبارک.